رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نیکروز نیازوف را که در کنار راه می‌ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف روبروی طرفخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساساً زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت. میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جور و جفایت مرو، تشنه پیمانه شدم میروی. اینجا نیکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش. سرودی نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه‌های مشهور، نیکروز نیازوف از سبک سرارندگان نامدار مبارکشاه و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نوار یکجایش با دلیر نظروف و ناباور چناروف هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. نیکروزون بسیار بالایوقت بود. گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش این بود که با تکنولوژی و زمانه برای مثال اسباب انجام موسیقی مدرن یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان می داشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد. تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نیکروز رو از دست دادیم. نیکروز نیازوف خیلی جوان بود و کلاً آرزوهایش را نتوانست عملی بکند. صد افسوس. جسد نیکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله اهدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزادی گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربانعلی رکتور دانشگاه اسلامیانی بوده، در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی نتیجه بود. این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلیاتی قربان می شوند. از جمله دمیربک عالیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه اوگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.